دستگاه هک وای فای ورژن دوم. روبوتکنویای عزیز سلام، با یه ویدیو دیگه از سری ویدیوهای روبوتکنو در خدمتتون هستیم. تو این ویدیو میخوایم ورژن دوم دستگاه هک وای فای بهتون آموزش بدیم. ویدیوی اول اگه دیده باشید دیدید که ما روی یه بردبورد این کار رو انجام دادیم و سیم کشی‌ها رو با سیمای جامپر انجام دادیم و در نهایت تونستیم دستگاهمون رو راه اندازی کنیم. ولی خب نه اینو میشه به صورت پورتابل جابجاش کرد، نه خیلی به دردمون میخوره. من در نهایت اومدم فیبر مدارچاپی رو طراحی کردم که قطعات بتونن روش نصب بشن. بعد از نصب قطعات روی فیبر مدارچاپیمون تقریبا مدارمون به این صورت در میاد، یه سایز خیلی قابل قبول و پورتابل که خب میتونید به انواع و شکل‌های مختلفی هم استفادهش بکنید. دوستانی که تازه به کانالمون اومدین خیلی خوش اومدین و حتما لایک و سابسکرایبمون بکنید. دوستان قدیمی هم یه کامنت خوشگل برامون بذارن. دیگه زیاده گویی نکنم، بریم سراغ ساخت مدارمون. راستی تا یادم نرفته هم میتونید فیبر مدارچاپی یا هم قطعاتش رو به صورت کامل از داخل سایتمون که آدرسش رو این زیر براتون میذارم با بهترین قیمت تهیه کنید و فایل‌های مورد نیازم هم داخل کانال تلگرام هم داخل سایتمون براتون قرار میدم. Welcome to Robotech9 channel. دوستای عزیزم سلام، این همون فیبر مدارچاپیه که طراحی کردیم و میخوایم قطعات مدار هک وای فایمون رو روش نصب کنیم. خب قطعات باید این سمت نصب بشن و اولین قطعه‌ای که میخوایم نصب کنیم کلیدها هستن که روی این قسمت قرار میگیرن. 3 تا کلید فشاری 4 پایه که میخوایم این قسمت نصبشون کنیم. خب من کلیدها رو این قسمت قرار دادم. میدونید که اولین قطعاتی که میخواین نصب کنید باید کوتاه‌ترین قطعاتتون باشن که موقع نصب و لحیم کاریش به مشکل نخورید. بریم برای لحیم کاری پایه هاشون. خب اومدیم یه پایه از هر کلید رو روی زمین لحیم کاری کردیم و بقیه‌اش رو روی گیره انجام میدیم. چون یه مقدار ترک کشی ها ظریف هستن سعی کنید خیلی هویه رو روشون نگه ندارید که از جاشون کنده نشن. خب بعد از اینکه کلیدا رو لحیم کاری کردیم میریم برای نصب قسمت LED مون. یه قسمت رو فراموش کردم. ببینید قبل از اینکه LED مون رو نصب کنیم زیر LED 2 تا اینجا سوراخ میبینید که جای یه سیم جامپره، یعنی در واقع باید شما این 2 تا ترک رو به همدیگه با یه سیم جامپر متصل کنید. خب قطعه بعدی که باید نصبش کنیم این نمایشگر OLED 96 اینچه. خب همینطور که میبینید جاش کاملا مشخصه، 4 تا پایه داره، به این صورت نصب میشه. این نمایشگرها رو میتونید به صورت تک رنگ و 2 رنگ از بازار تهیه کنید. خب اگه تک رنگ باشه خب خیلی بهتره، توی خوندن نوشته ها مشکلی نخواهید داشت، ولی 2 رنگش شاید یه مقدار اذیتتون کنه. بریم برای نصب این نمایشگر و برگردیم. خب اینم از نصب نمایشگرمون. ببینید سعی کنید کاملا صاف نصب بشه که حالا فشاری هم بهش نیاد. قطعه بعدی که میخوایم نصب کنیم ماژول نود MCU که باید روی این قسمت نصب بشه. جهتش کاملا مشخصه، این سوکت دیتاش باید به سمت پایین باشه و به این صورت روی این قسمت نصب بشه. خب به آرومی این کار رو انجام بدین و روی این قسمت نصبش کنید. پینا تا انتها داخل بردمون برن تا مقاومت بیشتری هم داشته باشه. خب برای لحیم کاری این لازم نیست همه قسمت های پایه ها رو لحیم کاری کنید، فقط قسمت هایی که حالا ترک کشی شده و لازم هست و ما لحیم کاری میکنیم به بردمون تا خود ماژولمون هم ثابت بمونه. خب لحیم کاری ها رو به این صورت انجام دادیم. پایه‌هایی که حالا ترک کشی شده بودن لحیم کاریشون رو انجام دادیم و در نهایت به این صورت در اومد. خب قطعه آخری که باید نصب کنیم کلید آن و آفه که برای روشن و خاموش کردن بردمون ازش استفاده میکنیم. خب ببینید این کلید جهت داره، 3 تا پایه پایین 3 تا پایه هم بالاه. ما باید در جهت درست اینو نصبش بکنیم. اگه پشت برد رو نگاه کنید این 2 تا پایه رو به هم دیگه اتصال میده. در واقع باید جهتی رو انتخاب کنیم که این 2 تا پایه زمانی که کلید داخله وصل بشه و زمانی که کلید خارجه قطع بشه. خب ببینید من با مولتیمت تستش میکنم. الان پایه ها قطع هستن ولی زمانی که فشار میدم داخل این 2 تا پایه وصلن. خب یعنی آقا جهت من
درسته، باید به همین سمت من اینو روی بردم به این صورت قرار بدم که این دوتا پایه رو در واقع قطع و وصلشون بکنه. بریم روی لحیمکاری این قسمت. تو مرحله بعد ما باید به این دوتا پینی که اینجا قرار دارن باتری لیتیوم وصل کنیم. من اومدم از یه باتری لیتیومی 3.7 ولت 500 میلی آمپر استفاده کردم. خب پایه مثبت باید سمت چپ باشه که این کلید قطع و وصلش کنه، پایه منفی هم باید سمت راستمون باشه. بریم برای لحیمکاری این قسمت. باتری هم میتونید خب جاهای مختلفی قرار بده، یکی خب زیر این ماژول میخواد قرارش بده، یکی پشت برد قرارش میده. حالا هر جا که به نظرتون جای بهتریه میتونید این باتریتون هم قرار بدید. خب میبینید که اومدم این قسمت هم با یه جامپر متصل کردم به همدیگه. خب گفتم که سیم مثبت میاد سمت کلید و سیم منفی هم میره اون یکی سمت به این صورت و در نهایت لحیمکاریش هم انجام میدیم تا ببینیم باتری رو کجا میخوایم نصبش کنیم. خب بعد از اینکه باتری رو نصب کردیم حالا این پشت مشتا یه جا نصبش میکنیم. خب بریم برای مرحله بعد. ببینید در واقع زمانی که باتری شارژش تموم شه ما نیاز به یه ماژول شارژ هم داریم. من میام از یه ماژول شارژ تکسل اندرویدی استفاده میکنم و اینو روی این قسمت نصبش میکنم و بعد به این دوتا پینی که اینجا هستن برای شارژ لحیمکاریشون رو انجام میدم. خب میایم قسمت پشت چسبم به این صورت میکنیم و بعد از اینکه اینا رو کندیم میایم روی این قسمت نصبش میکنیم به این صورت. خب اینم از این. خب تو این قسمت دقت کنید که این ترکی که اینجا میبینید ترک منفیه، این یکی میشه ترک مثبت ما، یعنی باید به صورت ضرب در این اتصال رو اینجا انجامش بدیم. خب تو مرحله بعد اومدیم چسب زدیم به باتریمون و میایم روی این قسمت به این صورت میچسبونیمش. این شد باتری، این هم شد ماژول شارژمون، یه چیز تر و تمیز و باحال. خب بریم برای تست دستگاهمون. این دکمه رو فشار بدین، بله میبینید به همین زیبایی دستگاهمون روشن میشه و میتونید با این دکمه های بالا پایین و این دکمه سلکت شما هر کاری که اینجا دوست دارین انجام بدین. این میشه حالت ساعتش، اینجا تنظیمشه، اینجا میشه نمایشگر ساعتش. میتونه حالا ساعت ها به این صورت روشن بمونه، ساعت رو به شما نمایش بده. و قسمت اسکن و کارهای دیگه‌ای که میتونید با این ساعت انجام بدین. امیدوارم که از پروژه‌مون خوشتون اومده باشه. یه چیز تر و تمیز و جالب که میتونید به راحتی ساعت‌ها ازش استفاده بکنید، البته استفاده خوب. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. این طراحی کار خودم بود و جای پیداش نمی‌کنید و خب یکی از مزایاش اینه که میتونید هر پروژه‌ای روش آپلود کنید و خب ازش استفاده کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر هم میتونید به سایتمون مراجعه کنید. آدرس رو این زیر براتون میذارم و مثل همیشه دوستتون دارم. خدا نگهدار.